سلام به برابرش گنگ چنل گیم پلیر چطورید؟ بریم برای سراغ ویدیومون کاهش و اوورال بازیکنهای رئال مادرید. بریم که شروع کنیم. این هم از بنری که من دیدم. آردا گولر 3 تا افزایش، بله خوب بوده، احتمال هم داره طلایی شه. کپا هم که خیلی خوب نبوده، یکی افزایش داره، احتمال نداره. خوسلو رو که حتما هستم، شاید هم طلایی شه. بریم برای بعدی. رودریگو یه دونه افزایش، بله درسته. این هم لوئیس دیاز که اسپانیایی خودش رو فروخت به مراکش. لونین هم طلایی میشه. مندی هم که تو 22 مندی طلایی بود، الان بازم طلایی میشه. کاروخال 2 تا افزایش، بله خیلی خوب بوده، چون که اسپانیا یورو برده همشون بیشتر افزایش دارن. کاماوینگا 2 تا افزایش، بله. والورده یکی افزایش. دوستان مودریچ افت میکنه، بخرید الان کانتون ناب میشه. میلیتو هم افت داره 2 تا، بله چون میلیتو خیلی تو بازی ها نبود. وینیسیوس هم بله اورال گنگ. آلابا هم باید ریزیش کنیم چون خیلی خوب نبوده، تو چشم نبوده. سبایوس یکی افزایش داره، خیلی ندیدیمش تو بازی ها. شوامین 2 تا افزایش، بله. کوریا فکر کنم یکی افزایش. لوکاس واسکز یکی افزایش، این 2 تا، ببخشید 2 تا افزایش. جود بلینگام یه افزایش، خیلی آمار گنگی داره، 86 شوتشه. کورتوا یکی ریزش میکنه، بخرید. اینجا ناچو به 79 تبدیل میشه، ناچو هرناندز همینجوریه. رودیگر یکی افزایش. غول آلمانی. کلیان و امباپه یکی افزایش که یکی از بهترین بازیکناست. اندریک که به اهل برزیل ندیمش. کروس اصلا حذف میشه. ممنون از دوستان که تا اینجا ویدیو با ما بودید. ممنون میشم که لایک، سابسکرایب، زنگوله بغلش هم بزنید که خبردار شید. کامنت انگلیسی. خداحافظ.